ارجان برادر özcan دنیز نه تنها özcan بلکه بقیه اعضای خانواده رو هم به مرگ تهدید کرده و مادرش رو تحت فشار گذاشته که خب با هم بریم بشنویم ادامه ماجرای جنگ و جنجال بین برادران دنیز رو. با سر صدا مثل همیشه همراه باشید. نگم براتون از جبهه برادران دنیز، چرا که شواهد حاکی از اینه که حالا نه صلح برقرار میشه نه طرفین از موضعشون کوتاه میان. یه مختصری به آنچه گذشت اشاره میکنم. تو ویدیوی قبلی گفتیم که یکی از خواهران özcan دنیز به نام سیبل طی تماس تلفنی با شبکه ویز ترکیه خیلی از حقایق پیش اومده بین özcan و برادرش ارجان رو افشا کرد و الحق افشاگری سنگینی هم بود. از ماجرای تهدید به مرگ özcan توسط ارجان دنیز تا اذعان به این که سمر دادگر توی این ماجراها تقصیری نداشته و از طرفی مادر ما از این که özcan پشت سمر بوده همیشه ناخشنود و معترض بود. و البته بعد از اینکه ارجان برادرش رو تهدید به مرگ کرد، özcan از طریق وکیلش درخواست حکم محافظت خود و همسر و فرزندش رو کرد و به این ترتیب ارجان دنیز به مدت 3 ماه حق نزدیک شدن به özcan و خانواده‌اش رو نداشت. البته این اتفاق و همین حکم متقابلا از طرف ارجان دنیز هم درخواست شده بود. همونطور که گفتم این رشته سر دراز داره. özcan دنیز همین چند روز پیش از طرف دادستانی ترکیه احضار شد و علت احضار این بود که گویا تو محل 3 ویلایی که متعلق به özcan دنیز هست تو منطقه ساریر استانبول ساخت و ساز غیرقانونی انجام شده، مثل ساخت استخر و گاراژ و غیره. özcan هم تو دادستانی حاضر شده و دفاعیت خودش رو ارائه کرده و در مصاحبه با خبرنگارها بعد از اتمام جلسه اظهاراتش رو به این شکل شفاف سازی کرد. دنیز گفت من مالک اون ویله ها نیستم و فقط زینف هستم و ساخت سازی که داره انجام میشه از حدود 2 سال پیش توسط شرکت دنیز فیلم که متعلق به ارجان برادر من هست صورت گرفته. من خودم هم توی این ماجرا قربانی هستم. ساخت و ساز توسط ارجان و با سرمایه های من صورت گرفته. برادر من ارجان دنیز میگه اگر دادستانی میخواد اون ساختمان تخریب بشه بذار بشه، ولی من و بقیه خوب میدونیم که نیت اون از این حرف چیه. ارجان میخواد ویلا تخریب بشه تا بتونه صاحب زمینش بشه، ولی اینو بدونید اونجا حتی اگر تخریب هم بشه من چادر میزنم و اونجا میمونم، چون اونجا متعلق به بچه منه، حق بچه منه. خلاصه که طبق گفته özcan دنیز برادرش ارجان برای اون 3 ویلا حسابی دندون تیز کرده و قصد نداره به özcan پسش بده. Yapan firmanın sorumluluğundadır. Bunları düzeltin diye. Maalesef buna hiçbir dönüş olmadı. Ardından belediyeye gittik. Ve dedik ki biz yasal yollarla bize yapı tadilat ruhsatı vermenizi istiyoruz ki aykırılıkları düzeltelim. اما قسمت بلبشوی ماجرا هنوز هم اتفاقی هست که بین خواهرها و برادر özcan افتاده. از بین 3 خواهر özcan یوردا که طی اختلافش با سمر دادگر کلا با özcan مشکل داره، خواهر دیگه‌شون یعنی سیبل که چند هفته پیشی افشاگری جنجالی انجام داد پشت özcan در اومده و به گفته اون خانواده و خصوصا ارجان خیلی در حق özcan دنیز نامردی کردن. بعد از افشاگری سیبل برادرش ارجان دست به کار شد و تو فضای مجازی و هر جا که میتونست این قضیه رو مطرح کرد که سیبل به این خاطر پشت özcan در اومده و داره ازش طرفداری میکنه چون özcan بهش وعده هدیه های گرون قیمتی مثل خرید قایق شخصی و غیره رو داره. حالا سیبل هم مجدداً چند روز پیش یه متن خیلی کوبنده خطاب برادرش ارجان نوشته. متن سیبل از این قراره: با اون آقایی که فکر میکردیم بزرگ خونه است و یه روزگاری جای پدر بود واسمون، ولی بعدها به خاطر مال دنیا و پول حتی برادر و خواهرش رو به مرگ تهدید میکنه و خودش رو گم کرده، حرفایی واسه گفتن دارم. من توی این کابوسی که برای زندگی برادر عزیزم özcan درست کردی از اولش هم کنار özcan بودم و حمایتش کردم، ولی تو باز هم اشتباه متوجه شدی. من به خاطر پول و مادیات از özcan حمایت نمیکنم. تو اونقدر تو فکر کردن ناتوان شدی و نمیتونی جرأت و جسارت من تو گفتن حقایق رو هضم بکنی که به مطرح کردن این ادعاهای بی‌اعتبار رو آوردی.
تو خودت بهتر از هر کسی میدونی که من دختر قوی هستم و همیشه روی پای خودم ایستادم و نیاز به کمک کسی ندارم. الانم شوهر حمایتگری دارم، پس برای گفتن حق نیاز به گرفتن رشوه ندارم. این تخصص توئه که صرفاً در قبال دریافت هدیه و پول در کنار خانوادت میستی. من رو با زنهای دور و برت که بابت هر چیزی ازت پول میگیرن یا برنامه‌های تلویزیونی که بهشون رشوه دادی تا در حمایت از تو حرف بزنن اشتباه نگیر. همونطور که دیدین سیبل خواهر عزجان و ارجان دیگه صبرش لبریز شده و حتی آنچه که نباید رو واضح تو فضای مجازی اعلام کرد. ضمناً سیبل اشاره کردی که ارجان تو محیط خونه همه از مادرش رو تحت فشار گذاشته و در واقع همه رو به اجبار تحریک میکنه که از اون حمایت بکنن و بر علیه عزجان باشن. اما این طرف جبهه ارجان دنیز بعد از اظهارات عزجان در دادستانی عصبانی شد و به سیم آخر زد و برادرش رو با بدترین القاب مثل حقه‌باز، کلاش و دروغگو مخاطب قرار داد. ارجان گفته که من به آخر رابطم با عزجان رسیدم و حتی اگر روزی مردم حق نداره سر مزار من حاضر بشه. ارجان دنیز یه ادعای عجیبی هم مطرح کرده، این که عزجان به خاطر بدهی‌های مالیاتیش میخواد از کشور فرار بکنه و به انگلستان بره. و خب چنین ادعایی وضعیت رو برای عزجان دشوارتر میکنه حتی اگر صحت نداشته باشه. تو پاراگراف قبلی گفتم که به گفته سیبل ارجان اعضای خانواده رو تهدید میکنه و گویا این گفته صحت داره. ماجرا اینه که 2 هفته پیش از طرف مادر عزجان دنیز حکم دادگاهی درخواست شده مبنی بر دور کردن عزجان از اون که مادرش هست و بقیه اعضای خانواده. حالا وقتی مادر عزجان در تماس تلفنی زنده توی یکی از برنامه‌های سلبریتی محور حاضر شد، کارشناس برنامه ازش پرسید که شما به عنوان مادر عزجان آیا تا حالا آسیبی ازش به شما رسیده یا احیانا شما رو کتک زده؟ مادر عزجان یعنی کادری دنیز پاسخ داد نه، تا حالا عزجان هیچ بی احترامی به من نکرده. کارشناس گفت پس چطور دلت اومده از دادگاه حکم دور کردن عزجان یعنی فرزندت رو بگیری وقتی هیچ خطری از جانب اون تهدیدت نمی‌کنه؟ پاسخ مادر عزجان واقعا جالب بود. اون گفت من اصلا از این قضیه اطلاعی ندارم و هیچ وقت چنین کاری هم نمی کنم. کارشناس برنامه مصرانه گفت ولی با امضا و اثر انگشت شما این حکم گرفته شده و خب اینجای کار مادر عزجان اصطلاحاً به من و من افتاد و کارشناسان برنامه و خیلی از رسانه‌ها اینجوری تعبیر کردن که گویا مادرشون از طرف ارجان دنیز تحت فشار و تهدید قرار میگیره و یه سری کارهایی انجام میده که خودش مایل نیست. حالا بین این همه اتفاق ناخوشایند پی در پی که معلوم نیست چه زمانی ختم به خیر بشه، عزجان دنیز بعد از مدت‌ها تونست در کنار همسر و پسرش و اون تعداد اعضای خانواده‌اش مثل خواهرش سیبل و تعداد دیگه که حامی اون هستن توی دور همی ذهنش رو آروم بکنه. عزجان، همسرش سمر و خواهرش سیبل عکسایی رو از دور همی و جشنی تو فضای مجازی منتشر کردن که گویا تولد پسر سیبل یعنی خواهرزاده عزجان بوده. جالب این که سمر دادگر توی عکس تقریبا معنیدار و البته با انرژی مثبت عکس سلفی که با خواهر شوهر محبوبش یعنی سیبل گرفته رو به صورت ویژه استوری کرده. خب همونطور که بهتون قول داده بودم این هم از ادامه ماجرای دعوای برادران دنیز. امیدواریم که این قضیه ختم به خیر بشه. اگر خبر جدیدی بود حتما براتون تهیه میکنم. حتما نظراتتون رو مثل همیشه برامون بنویسید که خیلی ارزشمنده. متشکرم از همراهی شما. مرسی. خداحافظ.